اگه میتونستی با هوشت دنیا رو تغییر بدی، ترجیح میدادی قهرمان بشی یا فرمانروا؟ انیشتین، استیو جابز، هیتلر، ایلان ماسک همشون نابغه بودن، ولی فقط بعضیاشون دنیا رو نجات دادن. بقیهشون با همون هوش تاریخ رو به آتیش کشیدن. تو این ویدیو چند سوال ازت میپرسم که اگه صادقانه جواب بدی آخرش متوجه میشی که باهوشی یا خطرناک. فقط ذهنای کنجکاو تو این چنل میمونن. اگه جزوشونی سابسکرایب کن. سوال اول، اگه بدونی کسی داره اشتباه میکنه سکوت میکنی یا هدایتش میکنی؟ اگه سکوت میکنی شبیه تسلا هستی. تسلا نابغه‌ای بود که هیچ وقت خودش رو به کسی تحمیل نکرد، فقط ساخت ولی تنها موند و شکست خورد. اگه هدایتش میکنی شبیه استیو جابزی. استیو جابز نمیذاشت تیمش اشتباه بکنه، با اینکه خشن بود ولی دنیا رو تکون داد. سوال دوم، اگه قدرت کامل داشته باشی اجازه میدی مردم نظر خودشون رو داشته باشن؟ اگه آره، تو انیشتینی. انیشتین تا لحظه مرگش از آزادی اندیشه دفاع کرد، حتی توی شدیدترین بحرانها. اگه نه، تو هیتلری. هیتلر باهوش بود ولی آزادی رو با ترس جایگزین کرد، چون میخواست فقط خودش فکر کنه. سوال سوم، اگه از یه نفر خیلی جلوتر باشی تحقیرش میکنی یا کمکش میکنی؟ اگه تحقیر میکنی تو ناپلئونی. ناپلئون فکر میکرد فقط خودش میفهمه و بقیه ابزارن. اگه کمک میکنی تو ایلان ماسکی. ایلان بارها تیمش رو بزرگتر کرده چون فهمیده تنهایی نمیشه دنیا رو عوض کرد. سوال چهارم، دروغ میگی که محبوب بمونی یا حقیقت رو میگی حتی اگه منفور شی؟ اگه دروغ میگی تو یه سیاستمداری. خیلی از سیاستمدارای دنیا حتی باهوشتریناشون همین راهو رفتن، چون مردم راحت‌تر دروغو باور میکنن. اگه حقیقتو میگی شبیه سقراطی. سقراطو به خاطر حقیقتگویی اعدام کردن، چون نمیخواست با دروغ کنار بیاد. اگه ببینی یه اشتباه بزرگ قرار اتفاق بیفته، حاضری مسئولیتشو بپذیری یا سکوت میکنی؟ اگه سکوت میکنی شبیه آلن تورینگی، نابغه‌ای که با شکستن رمز انیگما جنگ جهانی رو کوتاه کرد، اما بعدش جامعه بهش خیانت کرد چون سکوت کرده بود در مورد خودش. اگه مسئولیت میپذیری شبیه نلسون ماندلایی، 20 سال زندان رفت ولی حاضر نشد سکوت کنه چون فکر میکرد آینده‌ای بهتر ممکنه اتفاق بیفته. حاضری با آدمای ضعیفتر همکار شی یا فقط با افراد در سطح خودت کار میکنی؟ اگه فقط با قویا کار میکنی مثل ناپلئونی. ناپلئون دنبال ژنرالای وفادار و نترس بود و به بقیه به چشم پیاده نظام نگاه میکرد. اگه بتونی با هر کی که بتونه کار کنی مثل ماری کوری هستی. با اینکه زن بود و در قرن خودش جدی گرفته نمیشد، حتی با شاگرداشم مثل همکار رفتار میکرد. حالا در آخر چرا آدمای باهوش کمتر وارد سیاست میشن؟ چون سیاست بیشتر از منطق با ترس، دروغ و محبوبیت سازی مصنوعی کار میکنه. آدم باهوش دنبال حقیقت میگرده، نه رأی بیشتر. مثل آلبرت انیشتین که بهش پیشنهاد نخست وزیری اسرائیل شد ولی رد کرد و گفت
برای اداره سیاست بیشتر از هوش به زیرکی، فریب و قدرت طلبی نیازه که من ندارم. یا نیکولا تسلا، نابغه‌ای که هیچ وقت نتونست اختراعاتش رو به درستی بفروشه چون نمیتونست مثل سیاستمدارا دروغ بگه. خیلی‌ها میگفتن که ایلان ماسک هم مثل نیکولا تسلاه، در حالی که میبینیم اون الان درگیر سیاست شده. اگه هنوز فکر میکنی باهوشی، یه بار دیگه سوالا رو مرور کن. شاید تو هم یه نابغه‌ای، ولی به قول خودشون دنیا رو نبوغ تغییر نمیده، انتخاب نبوغ تغییرش میده.